استقلال آزادی خپلواکي مبارک. 24 اسد روز آزادی. ویژه برنامه‌های رادیو صدای شریعت در مورد 24 اسد. مبارک 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 مبارک. استقلال مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 ماه اسد برابر است با روز استقلال و آزادی کشور. آزادی تنها یک واژه نیست، فریادی است برخاسته از دلهای دردمند در سرزمین ما. این فریاد در سخت‌ترین لحظات تاریخ بلند شد، آنگاه که خاک و وطن زیر اشغالگران پایمال شده بود و ارزش‌های دینی، ملی و انسانی ما مورد تهدید قرار گرفت. روزی که آن روز را روز آزادی و فتح می‌نامیم فقط یک برگ در تقویم نیست، بلکه یک نطفه عطف در تاریخ معاصر ماست. روزی که ملت ما پس از سالها مبارزه خستگی ناپذیر پیروزی را در آغوش کشید. اما این مبارزه فقط برای آزادی خاک و وطن نبود. این جهاد مقدس علیه اشغالگران بیگانه بود که نه تنها به سرزمین ما تجاوز کردند، بلکه باورهای مقدسات و هویت اسلامی ما را نیز نشانه گرفته بودند. مجاهدینی که بیش از 20 سال در برابر تجاوز و ظلم ایستادند، نه تنها برای استقلال سیاسی جنگیدند، بلکه برای دفاع از دین مقدس اسلام، برای حفظ شریعت محمدی و برای نافذ ساختن نظام اسلامی در کشورشان جان فشانی کردند. آنها با الهام از ایمان راسخ، روحیه جهاد و عشق به دین و وطن نمونه‌های از ایثار، شجاعت و توکل بر خدا را به نمایش گذاشتند. استقلال مبارک. دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه 24 اسد روز فتح و استقلال. بیشتر بحث میکنیم درباره ارزش این روز با مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ جناب محترم عبدالحق حماد صاحب. حماد صاحب خیلی زیاد خوش آمدید به برنامه. تشکر از شما زنده باشین. سلامت و بخیر باشین. در نخست تبریک میگم این روز و فتح و قربانی مجاهدین که در 20 سال در مقابل اشغالگران جنگیدن. به حیث یک مجاهد ارزش روز 24 اسد را چگونه تعریف میکنید؟ این روز از نظر شما چی معنی دارد؟ بسم الله و صلوات و سلام علی رسول الله. جناب حسن زی صاحب، اولا به شما و به همه شنونده های رادیوی شریعت سلام و احترامات تقدیم میکنیم. و علیکم السلام. و در قدم دوم این روز مبارک و روز پر افتخار کشور را به همه ملت مجاهد پرور افغانستان مبارکباد میگویم. اگر ما شما این موضوع را از زاویه چنین تشریح بکنیم که یک دفعه از به حوادث نظر بندازیم، حوادثی که ملت ما و شما شاهد آن بودن. تقریبا 46 سال پیش که اتحاد شوروی علیه افغانستان اشغال آوردن و یورش آوردن، افغانستان را به یک تاریک و به یک حالت ناگوار تبدیل کردن. حالت افغانستان را و سیستم و حکومت و نظم کشور ما و شما، چی نظم حکومتی بودن، چی نظم اجتماعی کشور بودن، چی نظم دینی کشور بودن، آن را برهم زدن و افغانستان را اشغال کردن. ولی ملت افغانستان در مقابل اتحاد شوروی سر خود را خم نکردن، بلکه در مقابلشان با دستای خالی ایستاد شدن و از مقدسات و از ارزش‌های خود دفاع کردن و این مبارزه تقریبا 10 سال طول کشید و در نتیجهش در طرف ملت ما 1.5 میلیون شهید قربانی دادیم و میلیون ها معیوب دادیم. میلیون ها نفر، میلیون ها افغان ها آواره و مهاجر شدن به کشورهای مختلف. در مقابل در صفوف اتحاد شوروی بیشتر از 15,000 نیروهای مجهز به وسایل و به تجهیزات مدرن آن زمان کشته شدن و بیشتر از این اعمار همکارای افغانشان کشته شدن. بالاخره بعد از 10 سال مبارزه کم مثال این تاریخ، اتحاد شوروی مجبور شدن که از افغانستان بیرون شود. بعد از او مردم افغانستان انتظار داشتن
پس از شکست اتحاد شوروی انتظار داشتن که مجاهدین که دایه جهاد را پیش می بردن و به نام اسلام و به نام آزادی کشور جنگ می کردن، ملت افغانستان انتظار داشتن که اینها بین خود جور بیان و یک نظام مثالی که دو عدالت اجتماعی قائم باشه، دو همه حقوق مردم افغانستان محفوظ باشه به وجود بیاره. ولی متاسفانه که مجاهدین نتوانستن که یک نظامی که دو همه حقوق مردم افغانستان محفوظ باشه به وجود بیاره. افغانستان به یک جنگ داخلی رفتن و نسبت به 10 سال گذشته که در قبال اتحاد شوروی جهاد ادامه داشتن، بین خود تنظیمای مجاهدین جنگا صورت گرفتن که 10,000 مردم افغانستان کشته شدن یا شهید شدن. این چند سال در بر گرفتن و مردم افغانستان از مجاهدین مایوس شدن. اما بود که در 1994 مؤسس امارت اسلامی علی قدر امیرالمومنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله صدای آزادی و نجات را سنگسار قندهار بلند کردن و چند نفر از طالب علمان مدارس را با هم یک جای کردن و شروع به قیام علیه فساد و علیه جنگ سالارا و علیه ظالما و علیه امو کسایی که ناموس و عزت و مال مردم را غصب میکردن قیام کردن. این سلسله شروع شدن و در زودترین فرصت در چند روز یا در چند ماه بیشتر مناطق قندهار و ولایت‌های مربوط حوزه جنوب غرب را تسلط کردن و فتح کردن. این سلسله ادامه داشتن تقریبا تا 2001 که در نتیجه مبارزه 6 سال تقریبا 95% مناطق از زمین افغانستان را تسلط کردن و یک نظام اسلامی را قائم کردن. ولی ما می‌خوایم که یعنی به تاریخ کم که سر بزنیم که مردم افغانستان بفهمه. بعد از او در 2001 دشمنای افغانستان و دشمنای اسلام نگذاشتن که افغانا آرامش به دست بیاره، یک نظامی داشته باشه که دو حقوق همه افغانا محفوظ باشه. با همسنگرای داخلی افغانستان و با کسایی که امرای اینا کار کردن، امرای یعنی غلام اینا بودن، صراحت اگه بگویم علیه نظام اسلامی امارت اسلامی حمله کردن و در چند مدت در چند ماه نظام اسلامی را سقوط دادن. ولی مردم افغانستان بعد از او باز هم قابل اشغال امریکایی که در تشکیل ناتو آمده بودن قیام کردن و نگذاشتن که افغانستان به دست یورشگرا و به دست اشغالگرا بیفته. و بعد از 2 سال صبر که اینا کردن در 2003 و 4 و 5 قیام کردن و این قیام تقریبا 20 سال طول کشیدن. در این مقطع زمانی 20 ساله مردم افغانستان زیاد قربانی دادن و چیزی که امرایشان بودن او را از او استفاده کردن و تا هنوز ارقام دقیق وجود نداره، ولی 10,000 مجاهدین و مردم افغانستان شهید شدن. و در نتیجه بعد از شجاعت و قهرمانی مردم افغانستان یورشگرا مجبور شدن که به میز مذاکره بیاید. مو بود که بعد از 2010 یا 2009 امریکایا مجبور شدن سر میز بیاید و به مذاکرات آمادگی بگیره. امارت اسلامی چون در هر بخش زندگی کار میکردن، در بخش جهاد نظامی، در بخش فرهنگی و در بخش سیاسی و مذاکراتی هم دروازهشان باز بودن، امرای امریکایی ششتن و بالاخره در 2021 توافق به شدن در توافقنامه دوحه که امریکا از افغانستان میبره و اینا خواهش کردن که برای ما راه نجات و راه بیرون رفت را بتن و ما در آینده در مسائل داخلی افغانستان دست نمیزنیم و به زعامت و به استقلال و به تمامیت ارضی کشور افغانستان احترام میگذاریم. همان بود که در 24 اسد کابل فتح شد و بیرق اسلامی سفید کلمه دار بر قصر ارگ آویزان شدن و بلند شدن. این روز شما که میم به سوالتان، این روز اگر ما خلاص بگوییم نتیجه قهرمانی های 43 سال گذشته هستند. مجاهدینی که در مقابل اتحاد شوروی جنگ میکردن به خاطر قیام نظام اسلامی و در مقابل یورش ناتو و امریکا که جنگ میکردن به خاطر قیام نظام اسلامی که الحمدلله ما تانستیم از امروز 4 سال پیش
که به امو هدف شهدای چند میلیونی برسیم. به این اساس این روز بسیار ارزشمند است برای همه ملت افغانستان و نتیجه همه قربانی 45 ساله اینمی روز هستند که ما از این تجلیل میکنیم و این روز ما باید شکر بکشیم، ما باید حمد و ثنای خدا را بگوییم و شکر بکشیم که الحمدلله ما بعد از 45 سال قربانی به هدف اساسی انقلاب رسیدیم که قیام نظام اسلامی. بالکل امروز وقتی که از آزادی سخن میگوییم همه مبارزه مجاهدین بود که در برابر اشغالگران جنگیدن. حماد صاحب در زمانی که کشور اشغال بود، حضور نیروهای خارجی و بیگانه در افغانستان بودن، از زندگی خودتان قصه کنین. زندگیتان و خودت مشکلات زندگیتان چقدر بود؟ حالی که کشور آزاد شده، فتح آمده، استقلال هستن، فضای امن برقرار هستن، چگونه تجربه میکنید؟ این تجربه هستن که تمام مردم افغانستان این را محسوس میکنه. روزهای اشغال در کشور افغانستان، در کشور ما حالت حاکم بودن یا حاوی بودن که هیچ کس احساس امنیت را نمی کردن، نه از لحاظ روانی، نه از لحاظ فکری، نه از لحاظ دینی، نه از لحاظ مالی و اجتماعی. هیچ کس احساس امنیت را نمی کردن و یک نوع طوری بگوییم که سر اذهان مردم افغانستان که ما هم یکی از فرد افغانستان هستیم، سر اذهان ما یک چیز حاوی بودن که ما را نمیگذاشتن که ما یک فکر مثبت بکنیم، ما یک خوشی بکنیم، ما یک احساس آزادی بکنیم، ما یک احساسی خوبی را بکنیم. ولی بعد از شکست ناتو و امریکا و بعد از آمدن امارت اسلامی که افغانستان آزاد شدن از اینا، ما 180 درجه در افکار ما و در روح و روان ما و ما باور داریم که در روح و روان همه افغانا تغییرات مثبت آمده. احساس امنیت میکنیم، احساس آزادی میکنیم، امنیت روانی، امنیت مالی و اجتماعی و غیره در هر بخش احساس میکنیم. آن زمان چون ما در اطرافم زندگی کردیم، در شهرم زندگی میکردیم، در اطراف که میرفتیم احساس چاپه و درون و حمله و این چیزا میکردیم. در شهرها که ما میامدیم اینجا احساس میکردیم که همه شهر به دست لشکرای صلیبی هستن و یک نوع بیم میامدن از هر اداره، از هر دیوار و در و دیوار و از هر راه و کوچه و پس کوچه یک احساس وحشت میشدن. احساسی میکردیم که این کشور از ما نیست، این کشور، این منطقه از دیگه اختیارشان به دست دیگرها هستن. دیگه خلاصش بگویم که یک نوع یک بیمی در اذهان ما حاوی بودن که ما را نمیگذاشتن که احساس خوشی را بکنیم. و الحمدلله بعد از فتح و بعد از آمدن امارت اسلامی احساس به یک خوشی بسیار عالی مبادل شده. بله. حماد صاحب در نخست گفتن که جهادی که در مقابل اشغالگران بود تقریبا 43 سال در بر گرفت. مجاهدین هم فکر میکردن که درباره هماهنگی، اطاعت و اخلاص که میان مجاهدین در بین خود داشتن که این چقدر اهمیت داشت که در برابر یک اشغال بزرگ فکر میکردن که اگه امروز پیروز خواست شدیم، فردا پیروز خواست شدیم. وقت نه وقت در ذهن و فکر مجاهدین این مسائل برمیگشت. بله، ما با یک باور بودیم که الله تعالی امرای ما وعده کرده که ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. در زبور می نوشته شده که این زمین در آخر و نهایتا به دست صالحین میفته و فتح و نصرت آخرا به دست مسلمانان و مجاهدین به دستشان میه. این باور را ما داشتیم و از طرف دیگه به بزرگای خود و به مسئولین بلندپایه امارت اسلامی باور بسیار عالی داشتیم. از این خاطر در بین صفوف امارت اسلامی اطاعت یک امر بسیار مهمی بودن و تفاوت مجاهدین و مجاهدینی که به ضد اتحاد شوروی جنگ میکردن و مجاهدینی که به ضد ناتو و امریکا جنگ میکردن، تفاوتشان اینمی بودن که در او زمان صف واحد نبود، قومنده واحد نبودن، چند تنظیمی بودن، اطاعت به آنقدر نبودن و در جهاد علیه یورش امریکایا که امارت اسلامی رهبریش میکردن این تفاوت داشتن که اینجا قومنده واحد بودن، یک نظام بودن، یک صف بودن و اطاعت یک امر بسیار مهم پنداشته می شدن و همه مجاهدین امارت اسلامی در عسر و در یسر راضی بودن یا نبودن از بزرگای خود، از مسئولین خود
اطاعت میکردن. نتیجه اینمی اطاعت بودن که ما تانستیم در قبال 45 کشور مستقیم و 75 کشور غیر مستقیم که علیه افغانستان یورش آوردن ما پیروز شویم. اصل راز فتح یا راز کامیابی مجاهدین امارت اسلامی اطاعت بودن و یک پارچگی صف بودن که الحمدلله بزرگان امارت اسلامی تانستن که صف مجاهدین را واحد بکنه و هیچ در هیچ ولایت افغانستان و هیچ منطقه افغانستان به آن مردمی که از صف بیرون از صف امارت اسلامی علیه امریکایی‌ها جنگ میکردن به اونا هم اجازه ندادن، چون تجربه تلخی را تجربه کرده بودن بزرگان امارت اسلامی در جهاد علیه اتحاد شوروی که چند پارچگی مجاهدین ولو که هدفشان یکی باشن ولی چند تنظیمی نتیجهشان همو بودن که مجاهدین نتوانستن که یک نظام خوبی را به وجود بیاره. امارت اسلامی توانستن که بعد از سقوط ناتو یک نظام مثالی را به وجود بیاره و یک امن و نظم را ایجاد بکنه. بله دوست عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. استقلال مبارک. هموطن عزیز، 24 اسد روز تاریخی و اتحاد ملت افغانستان می باشد. پس از ایجاد ازدحام و رابندانهای بی‌مورد و از هر گونه حرکات اختلال برانگیز و بی‌نظمی در شهر و سایر وسایل که باعث اذیت و نگرانی دیگران می شود، اجتناب نموده خودداری نمایید. فتوحات حریت مبارک مسلمان، آرامیش و عزت مبارک مسلمان. امروز روز 24 اسد، روز فتح و استقلال هست. حماد، شما پیش هم یادآور شدین که اطاعت یک امر خیلی مهم بود در صف مجاهدین. قصه ازی کنند که ایمان مجاهدین با خداوند و عشق به شهادت تا چه حد کمک کردند که متجاوزین شکست بدیم. هدف از استشهاد است. ببینین وقتی که معرکه بین معنویات و مادیات باشه، معنویات برنده میشه. بله. این یک تجربه انسانی در طول انسانیت، در تاریخ انسانیت تجربه شده که جنگی مادیت و معنویت شوه معنویت میبره. یک دومی که وقتی که افراد یک صف نجات خود را، کامیابی خود را در مرگ میبینه، یعنی تلاش برای مرگ میکنه و طرف دیگر تلاش برای زندگی میکنه و از مرگ میترسه و مرگ یک ناکامی میبینه، طرفی که مرگ را ترجیح میده و مرگ را کامیابی میبینه او کامیاب میشه. این قول خالد ابن ولید هستن که در یک جنگ به دشمن خود خط روان کردن و برشان گفتن که ما یک گروپی از مجاهدین را آماده کردیم که مرگ را آنقدر دوست داره چقدر که شما زندگی و شراب را دوست دارین. اینمی فلسفه اساسی استشهاد بودن که مجاهدین استشهادیین یا مجاهدینی که فداکاری میکردن، اینها اینمی اقدام را یک پیروزی اساسی خود میشناختن و تلاش میکردن. حتی ما مجاهدین را دیدیم که با بزرگای خود گریه میکردن که مرا زاری میکردن، گریه میکردن که مرا در لیست استشهادین بگیرین. این کسایی بودن که هیچ کس سری از هانشان کار نکرده بودن، نه کسی تشویق کرده بودن، ولی حالات کشور اینها را مجبور کردن که کشور ما زیر اشغال هستند، مقدسات ما زیر بی‌حرمتی هستند، در زندانها و در مراکز خارجا به قرآن کریم توهین میشه. اینها را مجبور کردن از لحاظ فکری که اینا حتی با قیمت ترین چیزی که اینا داشتن که جان خود بودن فدا بکنه و آماده استشهاد شود. بالکل. حماد، پس از پیروزی امارت اسلامی پیام این فتح تاریخی با جهانیان چی بود؟ این فتح تاریخی چند پیام داره. بله. پیام اولی هستن که مردم افغانستان هرگز به دشمن خود مسخر نمیشه و زیر استعمارشان نمیه. هر چند وقت که تیر شوه و هر چقدر امکانات که استفاده شوه به ضد ملت آزادیخواه افغانستان، دشمن افغانستان نمیتونه که افغانستان را اشغال بکنه ولو که هر چقدر زمان تیر شوه سرشان. یک دومی هستن که هر کس و هر گروهی که به کشور خود خیانت کرده
مردم افغانستان آن گروه و آن افراد و آن شخصیت ها را مردود کرده، رد کرده، اونا را از صحنه بیرون کرده. و پیام سیومی ای هستن، ای فتحه که افغانستان تنها به نظام اسلامی آرام میشه. افغانستان بله. و کشور ما تنها به نظام اسلامی که دو همه حقوقی همه مردم افغانستان محفوظ باشه آرام میشه. هیچ نظامی غیر اسلامی، چی دموکراسی باشه چی دیگه نظام ها باشه، این در افغانستان نتیجه نمیده، چون افغانستان به اسلام آباد شده، به اسلام زنده شده و به اسلام ربطی داره. ملت افغانستان که غیر از اسلام دیگر نظام قبول نداره. بنان کشورهای بیرونی و مستعمرهای استعمارگرای بیرونی که فعلا موجود داره در دنیا، اینا باید درک کرده باشه و ما باور داریم که درک کرده که افغانستان دیگه قابل تسخیر نیسته. یک، در افغانستان تنها نظام اسلامی نتیجه میده و دو، و در افغانستان تنها مردمی که از بطن جامعه بیرون شده باشه اینها میتونه که نظام پیش ببره و کسایی که از بیرون تحمیل شده باشه این هرگز در افغانستان نتیجه نمیده. بالکل. حماد، دشمن و اشغالگران در بخش نظامی یک شکست تلخ را تجربه کردن. هنوز کوشش میکنن که یک جنگ فکری را آغاز کند. اهمیت پیروزی فکری چقدر مهمه؟ بله، این بحث بسیار مهم هستند. در طول تاریخ اسلام اگر ما شما مطالعه بکنیم، دشمن اسلام در هر مقطع زمانی در جنگ نظامی یا در جنگ فیزیکی شکست خورده. ولی اینها هرگز از جنگ فکری و روانی دست نکشیده و فعلا هم که امارت اسلامی تانستن که فتح ظاهری یا فیزیکی را به دست بیاره، ولی میدان روانی و فکری تانوزم گرم است، تانوزم جریان داره و دشمن افغانستان تلاش داره از چندین محور، از محور تبلیغات رسانه‌ای، از محور اجتماعات، از محور تحریم‌های اقتصادی، از محور دیگه فشارهای گوناگون تلاش داره که از لحاظ فکری مردم افغانستان را هدف قرار بده و یک جنگ روانی را پیش ببره. ولی ما باور داریم که ملت افغانستان حقایق را درک کرده. در طول 45 سال یا 46 سال گذشته حقایق را درک کرده و به چشم خود دیدن که حقیقت چی بودن و اصلی حالت چی هستن و در بیرون چی گفته میشه. ما باور داریم که در این جنگ هم، در جنگ فکری، بالاخره ملت افغانستان و مجاهدین افغانستان پیروز خواهد شد. بالکل. حماد صاحب، برای دوام و حفظ این استقلال و این پیروزی و این فتح بزرگ چه کارهای ضروری هستند که باید انجام بده؟ هر جهت باید کار خانگی خود را بشناسه. مردم افغانستان باید این واقعیت و حقیقت را درک بکنه که نظام فعلی امارت اسلامی یگانه نسخه نجات افغانستان است. و بعد از او که این حقیقت را درک کردن، در پهلوی نظام خود استاده شود و هر کس که علیه نظام فعلی امارت اسلامی سخن میزنه یا خدا نخواسته اقدام میکنه جلوش بگیره خود ملت افغانستان. چون اینا باید بفهمه، مردم افغانستان باید بفهمه که بعد از امارت اسلامی دیگه نه افغانستان وجود داره، نه ارزش های ما وجود داره و نه این حالت یک بدیل خوبی داره. یک در مقابل مسئولین امارت اسلامی هم باید این را درک بکنه که در طول تاریخ الله تعالی یگانه قومی که به اونا 2 دفعه چانس دادن، 2 قومی بودن. یکی قوم یونس علیه السلام که 2 دفعه به اونا چانس داده شدن، یکی صف امارت اسلامی بودن که 2 دفعه چانس دادن برشان و اینا باید باوری داشته باشه که چانس سوم ما نداریم. اگر خدا نخواسته ما در وظایف خود غفلت بکنیم، خدا نخواسته ما خدمت درست نکنیم، خدا نخواسته ما از رای ارزش هستن و یک امانتی از شهدا به دوش ما هستن، از این را ما کجروی بکنیم،
دیگه ما برخی از تاریخ میشویم و دوباره نمیگردیم و هم در مقابل شهدای خود ملامت میشویم، هم در مقابل ملت خود ملامت میشویم، هم در دربار الله تعالی ما ملامت میشویم. دیگه همه جوانب جامعه باید کار خانگی و مسئولیت‌های خود را بپذیره و در بخش خود کار بکنه و هر کس و هر جانبی که غفلت بکنه این جبران ناپذیر خواهد بود. بسیار تشکر. پیش از اینکه سوال آخرین را مطرح کنم، حماد صاحب، یک سوال خیلی مهمی است که یک چیز طبیعی هست که مجاهدین در این 20 سال قربانی و فداکاری خیلی زیاد را انجام داد. مردم عام هم همکار بودن در هر بخش. همکاری چقدر مهم بود؟ اگر همکاری مردم نمی بودن حالت این طوری نمی بودن. خلاص اگر همکاری مردم نمی بودن هرگز مجاهدین پیروز نمی شدن و این مجاهدین برخی از ملت هستند. اگر خلاص شما بگویم که این مبارزه تنها از چند نفر و یک گروه نبودن، این مبارزه ملی بودن، این قیام ملی بودن علیه یورشگرا و در مقابلشان. اگر همکاری اینها نبودن، اگر پناه دادن اینا نبودن، اگر نان دادن اینا نبودن، اگر همکاری معلومات اینا نبودن، اگر همکاری مالی اینا نبودن، اگر همکاری نظامی اینها نبودن، هرگز مجاهدین امارت اسلامی به این طور پیروز نمی شدن. ولی این ملت بودن که امرای مجاهدین دست دادن و در مقابل یورشگرا جنگ کردن و در هر زمان با مجاهدین یک جای بودن، در نتیجهش یورشگرا شکست خوردن و فتح آمدن. حماد صاحب، چگونه باید ارزش این روز حفظ شود؟ مردم خصوصا نسل جوان باید چی کند تا این ارزش ها فراموش نشوند؟ این سوال بسیار مهم و موضوع بسیار حساس هستند. اگر ما میخواهیم که استقلال خود را حفظ بکنیم، بله، اگر ما میخواهیم ارزش های خود را حفظ بکنیم، اگر ما میخواهیم که یک جامعه به وجود بیاریم که در آن همه ابعاد زندگی ما طوری باشه طوری که ما میخواهیم، از لحاظ آزادی، از لحاظ دینی، از لحاظ اجتماعی، ما شما مردم افغانستان باید به آن راه برو، راهی که بزرگای ما و شما رفته که او دفاع از ارزش‌های خود هستند، دفاع از نوامیس خود هستند، دفاع از کشور خود هستند و ما به جوانای خود را، نسل آینده خود را به روحیه ایمانی، به روحیه آزادی، به روحیه استقلال، به روحیه وابستگی با ارزش‌های خود تربیت بکنیم. اگر ما خدا نخواسته در این بخش غفلت بکنیم و جوانای خود را به روحیه درست تربیت نکنیم، این ارزش ها از دست ما در آینده می رود. و لیکن اگر ما بخواهیم که ارزش های خود را حفظ بکنیم، تاریخ پر افتخار خود را ادامه بدیم، نسل های آینده ما هم برای ما و برای بزرگای ما، پدرکلانای ما برود و امی رقم که بزرگای ما و ما از ارزش‌های خود دفاع کردیم، باید اینا را تربیت خوب بکنیم، اینا را تاریخ خود ثبت بکنیم. این بسیار یک موضوع مهم است که ما باید تاریخ فعلی خود را به نسل آینده حفظ بکنیم و به اونا منتقل بکنیم تا آینده افغانستان هم از یورشگرا محفوظ باشه و همین طور که در یک قرن گذشته آزاد بودن و در مقابل یورشگرا جهنم بودن، همین رقم در مقابل متجاوزین در آینده هم ایستاده باشه. بله، بسیار زیاد تشکر. پیام کوتاه همگی دارین، مهربانی بفرمایید. پیام ما برای همه مردم افغانستان باید این را درک بکنه. این یگانه حقیقتی هستند که غیر از این نظام فعلی امارت اسلامی نسخه نجات دیگه ما برای کشور افغانستان نداریم. پس همه ملت یک پارچه دست به دست داده در پالوی نظام خود استاد شوه و هر کس که از در مقابل نظام کار بد میکنه جلوی او را در عرصه خود و در بخش خود بگیره تا که این نظام دائم شوه. و پیام دومی ما برای مسئولین امارت اسلامی هستند که هیچ نوع غفلت نکنند و هر نوع غفلت یک خساره بسیار بزرگی برای نظام خود و برای شخصیت‌های خود و برای آینده افغانستان می باشد. محترم عبدالحق حماد، مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور به هم رساندید. تشکر از شما. استقلال مبارک.
شنونده های عزیز، امروز وقتی از آزادی سخن میگیم باید بدانیم که این آزادی تنها رهایی از سلطنت بیگانگان نیست، بلکه فرصتی است برای زنده ساختن ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی، عزت ملی و هویت دینی. رسالت ما پس از این پیروزی تنها پاسداری از سرزمین نیست، بلکه پاسداری از آرمان‌های مقدسی است که این مبارزه بر پایه آن شکل گرفت. پس بیاییم روز فتح و آزادی را نه تنها با جشن و شادی، بلکه با تعهد دوباره به دین، به شهدا، به مجاهدین و به آرمان‌های اسلامیمان گرامی بداریم. این روز یادآور است که تا ایمان در دلها زنده است، هیچ اشغالگر پابرجا نخواهد ماند و هیچ ظلم همیشگی نخواهد بود. استقلال مبارک.